سلام سلام، ندا هستم. بریم ماهی بهتون نشون بدم. تو آلمان اینها همون ماهیای قزلاله خودمون هستن. میان اینجا سراشون رو میبریم، شکماشون هم خالی میکنیم. بعد با نمک قاطشون میکنیم. میرن توی بشکه ها و اینها یه هفته میمونن. بعد به صورت فیله درشون میاریم. اینها خاراشون گرفته شده، پوستاشون هم گرفته شده، میرن برای بسته بندی. اینم بهتون بگم اینا خواب خورده میشه ها و خیلی هم نمکی هستن. این نوعش هم با دارچین قاطی میشه. اینها هم خوشمزه هستن، دارچین دارن و نمکی هستن و طرفدار داره تو زمستون هم بیشتر خورده میشه. یه نوع دیگه هستن که با روغنه. اینا هم یک روز میمونن توی روغن و فردا بسته بندی میشن. ببینید چه روغن خوشگلی داره. حتما امتحان کنید. خب میرسیم به یه نوع مایع دیگه. اینها مایع هستن که تو شراب خوابیده میشن. معمولا یه 2 مایع هستن توی مواد شراب که این شکلی میشن، خوشگل میشن، بسته بندی میشن.